یک حدیث است بسیار طولانی و فراگیر از حضرت ابوذر غفاری روایت شده است. علامه ابن مردوی و علامه ابن کثیر در تفسیرهای خیش همه حدیث آوردیان. حدیث پرچه پرچه یک عیده از محدثان بزرگ مثل امام احمد، مثل امام طبرانی و امثال ایشان امام بیهقی و دیگران آوردند و این حدیث با نام حدیث الانبیا معروف است، زیرا در ضمن این حدیث درباره پیغمبران صحبت می رود. این حدیث با آن معروف است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک تعریف مختصر درباره بهترین عملها، درباره بهترین مؤمنان، درباره بهترین مسلمانان، درباره بهترین صدقات، بهترین جهادها به ما و شما اظهار میکند. از همین خاطر ما این حدیث اختیار کردیم و فراموش نکرده باشید در جای رسیده بودیم که حضرت ابوذر غفاری به پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت نمود که یا رسول الله ای المؤمنین افضل، ای پیغمبر خدا گفت کدام از مؤمن ها از همه بهتر است؟ مؤمن کو بنده خاصه خداست. مؤمن کسی است که خدا او را دوست داشته، خدا او را هدایت کرده، با نور ایمان مزین نموده است. از میان این مؤمنان حضرت ابوذر غفاری سوال کرد که کدامش بهتر است، کدامش افضل است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند احسنهم اخلاقا، یعنی بهترین مؤمنان آن مؤمن است که خلق اخلاق بهتر داشته باشد، خلق حسنه در وی بیشتر زیادتر ظاهر گردد. زیرا چنان که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه بسیار نمایان، یک آفتاب درخشان در عالم علم ادب است که خداوند در قرآن بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم با این خلق اخلاق عظیمش تعریف کرده است، توصیف نموده است. و انک لعلی خلق عظیم، ای پیامبری محبوب ما میگوید با درستی که تو دارای اخلاق بزرگ هستی، اخلاق حمیده داری. حتی دشمنای پیغمبر بر اخلاق و آداب بزرگ او هیچ علاج عیب گرفتن نیفتیند. مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همه نمود مقیم، بهترین هزار معجزهش ادب نیک بود و خلق عظیم. و همه پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود همه قدر ادب داشتن، با وجود این فضل مرتبه دعا میکرد. امام نسائی و امام ترمذی در سننهای خود روایت میکنند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، راوی حدیث حضرت ابو هریره است که پیامبر میگفت اللهم انی اسالک، اللهم انی اعوذ بک من الشقاق و النفاق و سوء الاخلاق. پروردگارا من به تو پناه میبرم از بدبختی، از بی ایمانی، از معصیت. ببینه پیامبر معصوم پیش خدا دعا میکنه که من از معصیت به تو پناه میبرم و از نفاق، از منافقی و از بدی اخلاق. در بعض روایات اومده است که سوالش کردن که یا رسول الله این دعا را برای ما میکنی؟ گفت بله، شما را من تعلیم کرده استم که همین طریق دعا کنید. از خدای تعالی از بدی اخلاق پناه جویید، همچنانه که از کفر و نفاق پناه میجویید، همچنانه که از معصیت پناه میجویید، از بدی خلق اخلاق هم پناه جویید. در همه عصر زمانها مسلمان ها پیشگام بودن، پیشتاز جامعه بودن به ادب زیبایی خود، به حسن اخلاقی خود. افسوس و صد افسوس که در زمانهای شوروی خلق و آداب خود در اکثر حالتها ما از دست دادیم. امروز باید از سر نو احیا شود. ما مسلمانی خودمون در عالم ثابت کنیم که اسلام چنین اخلاق حمیده دارد، شون قربیو که اسلام چنین مثلا بزرگمردها دارد که با ادب نیک، با ادب حسنه خود مردم به سوی اسلام راغب میسازند. در امریکا در هنگام سفر در شهر دلس ما را به یک مکتب میانه اسلامی بردند.
گفتیم که در امریکا از بس که آزادی وجدان پر رعایت می شود، هر یک دین با خودش با مکتب ها داره، مثل مکتب میانه. همون تعلیمات را که در مکتب میانه میدهند در همین مکتب ها داده می شود. اتستات این مکتب ها با استاندارد بین المللی جوابگو است، در همه جا میچله، همه جا قبولش میکنند. در برابر درس های دنیوی همچنین علوم دینی داده می شود. مکتب از صنف 1 تا صنف 12 داشته است، از 6 ساله تا 18 ساله در اوج تعلیم علم میگیرند. 6 ساله و 7 ساله هاش صنف های 1 و 2 هستند. در اومدیم چنان قرآن میخونند با تجوید با ترتیل، قرآن حفظ کرده استیان. کسایی که زاده امریکا هم، کسایی که مقصد که زبان مادری شد دیگه زبان انگلیسی شده است، چنان با تجوید زیبا میخونند. برای امتحان با چند نفر ما خود خواهش کرده که اینو بخونند، خورد ککو. گفتن که تا آخری مکتب هر یک طلبه حد اقل باید 3 پاره از قرآن حفظ کند. خوشا به حالشون، یعنی همون حد اقل امتحان 3 پاره است. گفتن زیاده از 20 نفر قاریای مرتب همین مکتب ختم کردیم که در طول تعلیم قاری مرتب شدیم. درس از ساعت 7:30 شروع میشد است، اینها میگه ساعت 6 صبح میآیند. 1.5 ساعت تا شروع درس حفظ قرآن است، درس حفظ قرآن. از صنف 3 از 8 ساله و بالا همه دخترها سطر دارند، همه چنان زیبا و آزاده. وقتی که بنده خدا حکم خدا را اجرا کنه چقدر زیبا می شود. قسم به خدا هوس میخوری وقتی که تماشا میکنی در سرکاش و سطر. ببین دخترای زمانوی امریکایی هستند، هیچ کار منشکه شده میگه، سطر پوش بسیار زیبا آزاده. بس سوال کردیم که اجازه هست که کسی به سطر بیا مکتب؟ گفتن معلمه هایی که از درس های دنیوی درس میگن و اونا مسلمان نیستن، نصرانی هستن و دیگر هستن، اونا مخیر هستن، اونا اکثرش به سطر می آیند. اما طلبه های این مکتب همه باید سطر داشته باشن. سطر شرط حتمی قبول در مکتب است. صنف 1 و 2 آزاد است، 6 ساله و 7 ساله، اما از صنف 3 سطر حتمی است. چی جای مسلمان ها؟ چند نفر گفتن نصرانی ها هم در اینجا میخوانند، اونا رو هم سطر میپوشن. دخترای نصرانی که پدر و مادر نصرانی دارن، اسلام قبول نکردن. گفتن برای چی نباشه این مکتب اومدین؟ اسلام قبول نکردین، چقدر مشقت میکشن، قرآن حفظ میکردین، سطر میپوشن، برای چی هستی؟ گفتن از بس که همسایه های اینها مسلمان ها بودین، پدر و مادر همین دخترکا آداب و اخلاق خوش اسلامی و مسلمانی را در این عائله ها دیدین. مناسبت فرزندان را با پدر و مادرها، پدر و مادرها را به همدیگر و به فرزندها، مناسبت به جامعه، شکرگزاری نعمت پروردگار را وقتی در این عائله ها مشاهده کردین، دلشو گم زده است، سراخ کرده اومدین همین مکتب ما را پیدا کردن. ببینه که اخلاق و آداب حسنه مساعدت کرده است که نصرانی ها فرزنداشون را آوردن در مکتب اسلامی گذاشتن. من یقین دارم انشاءالله که این دخترکا اگر تا صنف 12 بخونن پروردگار هدایتشو میکنه. کسی که 3 پاره قرآن حفظ کنه، کسی از اسلام ناب آگاه شوه، او میتونه که اسلام قبول نکنه. خاصتا کودکی که حال قلبش تازه و آزاده است، حال آلوده و مشوش نیست. گفت مادر یک نفرش آمد به مکتب قبل از همه، بعد یک زنه که نشان مدادن حقیقتا به سطر بود است. گفت ما ایرا مدام چارج میگیم، چارجش کلیسا میشود، خانم کلیسا، یعنی هر هفته روز یک شنبه کلیسا میرود. گفت نصرانی است. پیش همه آمده سوال کرده است که این مکتب از دیگر مکتب ها چی تفاوت داره، چی فرق داره؟ گفته است شاید هیچ تفاوت نداشته باشه، فقط اگر من همیان پول فراموش کردم در مکتب ماندم، روز دیگه مطمئن هستم که در جایی که گذاشته باشه همینجا پیداش میکنه، کسی دست نمیرسونه. این اسلام میگم برادرای عزیز. شما میدانید که ما چند فرسنگا همین اسلام دور غلطیده ایم.
پس این بی‌ادبیه که در بعض جوانان مشاهده می شود. چه جای جوانان در بعض میان عمرها و حتی موسفیدا مشاهده می شود. همه ای از اسلام دور است، این به اسلام بیگانه است. مادام که دعوای مسلمانی میکنیم باید ادب اسلامی داشته باشیم. ببینه که این ادب نصرانی را حتی جلب کرده است به سوی مکتب اسلامی. 12 سال علوم اسلامی میخونند. این چیزایی بود که ما از اسلام دیدیم و چنان افتخار وجود من فرا گرفت، چنان افتخار وجود من فرا گرفت. گفتیم واقعا این دینی بزرگ است. خب مکتبای دینی پولکی هستند، مکتبای میانه پولن، اما مکتب های دینی تلفن تا بکش بکش تلفن. حکم علما بر اومده است برادرای عزیز. وقتی که مسجد میدروه تلفن استفاده بردنش حرام است. زنگی که تلفن میزنه حرام است. از همین خاطر که داخل مسجد شده تلفن ها رو حتما خاموش کنید که اگه بی ادب زنگ تو نزنه. شما حرف نگویید. مکتب های دینی خواه و مکتب های نصرانی باشن خواه اسلامی باشن همه پولاکی بدین. مثلا مکتب های عمومی میانه به پولن، اما در این مکتب ها سوال کردیم در یک سال $6,000 سر هر یک طلبه داده میشه است. $6,000 برای مردم فقیر ما حقیقتا این $6,000 دهشت می نماید. اما برای مردم امریکا که به حساب میانه در یک ماه $7,000-8,000 دسترس میکردین هیچ اشکال نداره، یگان مشکلی نداره. خاصتا که فرزند قدر ادب خوب میآموزد. از مسئله دانش دنیوی سوال کردیم، گفتن این مکتب ممتاز است در شتات تگزاس، یکی از مکتب های ممتاز است. بیش از 90% ختم کننده های مکتب ما گفتن در مکاتب عالی داخل می شوند به یگان مشکلی، یعنی علم خوب می آموزند در عوض یمو پول علم خوب شو میتن. خدا کنه که در ما همچنین مکتب ها دایر گردن انشاءالله. یافت می شوند مسلمانایی که قدرت داشته باشن و فرزندای خودشون علوم خوب بتن. ببینه و این ادب ببینه که چقدر راستی که سری ما را به آسمان رسانید. بعد تعریف توصیف اسلام کردیم که آخران نقطه انتهایی ترقیات بشر اسلام است. ولی بشریت وقتی فهمیدن که حقیقتا بلندترین درجه انسانیت ترقی انسانیت اسلام است، انشاءالله همه چنگ میزنن و این اسلام اینا با از خود میکنن میگیرن. با یک کلیسا وارد شدیم در شهر لس آنجلس. پروگرام ما تعلیم عموم آموزش ادیان امریکا بود، نه فقط اسلام. یک بوی غلیظ در مشام زد. چجای پنهان کردم؟ بسیار بوی غلیظ، بویی که به بوی نجاست شباهت داشت. حتی من داشت نکردم گفتم مثل بوی نجاست خره. این چی بو است؟ همون رهبر ما راستی اندک دماغش سخت گفت حالی مسجد رویم اگر همین بو در مشامت برسد چی میگویی؟ این بوی نمی است. گفتم من کودک نیستم برادر که بوی نمی را از بوی نجاست فرق نکنم. هیچ با بوی نمی شباهت نداره. حالی گفت مسجد تو میبرم بعد ببینه این بوی نمی است. گفت خب از اونجا خارج شده. بعد خوردن طعام نصف روزی مسجد سراغ کردیم. الحمدلله در اون کوچه یک مسجد بود است. رفتیم چنان مسجد تازه، چنان آزاده، چنان خوشبو، چنان خوشرو، باور کنه روح آدم بالیده میگرده. او برادر افغان گفتیم که کو کلی همون بو. گفت راستی قسم به خدا باری اول خیلی مسجد تازه و آزاده را ببینم. حتی همون جای طهارت خانه و حاجت خانه در اومدیم، یکم بو نیست، بسیار آزاده، بسیار خوشرو. گفتیم برادر تو در حق مسجدهای مسلمان تهمت نزن. مسلمانی که اهل مسجد است میدونه که تازگی و آزادگی مسجد در ذمه این مسلمان واجب است. مسجد که خانه خداست باید ای خانه های ما تازه و آزاده تر نگه داشته شود. از خانه خود باید
در تازگی و آزادگی مسجد اهتمام بیشتر ما و شما داشته باشیم، زیرا که خدای تعالی در قرآن ما را تأکید کرده است و احیدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود. خداوند میفرماید که ما با پیغمبران با ابراهیم و اسماعیل علیه السلام عهد کردیم، شرط نامه بستیم که خانه ما را از برای طواف کنندگان، از برای عبادت کنندگان، از برای نماز گزارندگان همیشه تازه و آزاده نگه بدارند. در مسجد تف کردن درست نیست، چه جای بو تعفن. حاجت خانه مسجد باید از خانه های دیگر را تازه تر و آزاده تر باشد. این افغان دیگر سخن نیافت، گفت قبل از شما یک گروه اومده بودن از مولوی های افغانستان و پاکستان، یک نفرش گفت لباس های بسیار ناپاک داشت، لباساش چرکین شده بودن، بو میکرد، از دهنش بو می اومد. در پهلوی کسی که می نشست دیگر طاقت نمیکردن، از پهلوش میخیستند. گفتیم یعنی که هیئت ما گفتیم اونا مولوی نبودیان، از بس که تو سواد دینی نداری در چشم تو مولوی تفتیان. اگر اونا سواد می داشتن هرگز بو نمیکردن. کسی که مولوی است، کسی از اسلام با خبر است، مگر همین را نمیدونه که خدای تعالی به پیغمبر محبوبش در قرآن امر کرد و ثیابک فطهر، ای حبیبی من لباس تا تازه کن تا که تازه و آزاده نگه بدار. آخی اگر ایو مولوی میشیدن نمیدونستن که در مسئله مسواک اینقدر تأکیده که در اسلام اومده است در هیچ جا دیده نمیشود. پیغمبر میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاه او عند کل صلاه. اگر بر امتی من مشقت نمیشد امری به مسواک شو میکردم پیش از هر نماز، در هر نماز امر شو میکردم که مسواک کنم. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخران عملی که در دنیا انجام داده است مسواک بود. مسواک چوب مادر مو به عایشه را دید اشاره کرد، مادر مو گرفت جویدش به دندوناش خایدش دادش مسواک کرد دندوناش. این چه خیلی مولوی بدیا. یگان حرینه قدی کوچه را آوردی شما مولوی گفته گشته در اسلام داغ میاره. آخه اسلام این خیلی بزرگ است، این خیلی تازگی داره. وقتی که مسلمانان دنداناشو تازه و آزاده بود، حال مردم اروپا چوتکه دندان نمیدونستند، طریقه تازه کردن دهن نمیدونستند. وقتی مسلمانان تاکید میکردند طیبوا افواهکم فانها طریق القرآن، دنداناتون پاکیزه کنه، دهن پاکیزه و تازه نگه داره، زیرا این دهن راهی برآمد قرآن است. حال اروپایی‌ها نمیدونستن که دهنش اینو تازه کنیم. شما امروز ما را طعنه میزنه، سه چهار اوباش قدی کوچه را آورده و مولوی میگه. گفتن ما نمیدونیم که شما مولوی بگفتن. ما افتخارات زیاد کردیم، اما برادرای عزیز افسوس، صد افسوس که در جامعه ابو میخرن همین طایفه مردم دهناشون تازه نمیکنن. بچه جوان از دهش بو میکنه، بچه جوان ناسکش یا دهش بو نکنه. پیغمبر محبوب ما گفته است حبیب الی من الدنیا ثلاث، از همه دنیای شما سه چیز دوست می‌دارم، سه چیز از همه محبوب تر است به من: النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. اولش زن، که زن یا نعمت بزرگ است. ثانیا بوی خوش، پیغمبر بوی خوش دوست می داشت. و نهایت گفت روشنایی ده چشم من در نماز است. نماز ما باید خوشبو باشیم، ما باید خوشرو باشیم. همین نشانه ادب است، ادب معاشرت است. الحمدلله در هر مسجدی که رفتیم همه جا تازگی و آزادگی بود، همه خوشرو و تمیز، همه پاک لباسهای آزاده داره. گفتیم در تاجیکستان ما هم حکم می است، در تمام عالم اسلام حکم می است. در دولت‌های عربیه که بعضی عرب‌ها نصرانی هستند، بعضیش مسلمان هستند، همجوار هستند، در یک جا زندگی میکنند،
عربی مسلمان از غیر مسلمان با لباس سفید تازهش، با آزادگیش، با دندانها و دهن تازه و خوشبوش فرق میکنه. این حقیقت حال است. غرض از این سخنات چی است برادرای عزیز؟ شما احوال حاجتخانه مسجد ما را میدونسته که حاجتخانه همتا رستکی بود، یعنی نجاست در همون داخلش بود. در موسم گرمی دیگر نفس کشیدن نمیتونستیم، همون بو و تعفن می آمد، در مشام نمازگزاران میزد، همسایه ها هم شاید بعضا آزار میداد. الحمدلله همین سال گذشته خیلی مشقت کشیدم، با کمک بعضی برادرها خدا نگهبانشو باشد ما توانستیم که بریم حاجتخانه مسجد در کانالیزاسیون عمومی شهر وصل کنیم، پیوست کنیم. الحمدلله با کمک دستگیری شما امروز ما حاجتخانه زمانوی داریم با تمام قاعده و قانونهاش، با آبش. اما باور کنه چی جای روز جمعه، حتی روزهای غیر جمعه، من که مسجد اومدم یا مترو میبینم در حاجتخانه میرون میشینن، همو آب خشونم یکی بعدی خود رها کنن. این مردم از خدا باید بترسیم. این خانه خانه خداست. این خانه را باید ما ای خانه خود آزاده تر نگه بداریم. که یک بار در خانه خود فراموش کن، کسایی که در سکسی از زندگی میکنن آب رها نکن، میزنن میکشن پدر و مادری خدا. از خدا شرم نمیداره که مسجد از خانه خدا است، هر یکی ما و شما مسئول هستیم. این مردم اینمی نشانه ادب و بی‌ادبی ما است. اساساً از حاجتخانه دانسته می شود که قوم همین مسجد تا کدام درجه ادب دارند، تا کدام درجه تمیز تازگی دارند. نه فقط مسجد، در همه جا کاروی است. میدونه زمانهای پیش وقتی که خواستگاری یک دختر می رفتن، همون خواستگارا به یک بهانه یگان نفرش حاجتخانه می رفت که ببینه که حاجتخانه در چه حالت قرار داره. از روی همون حکم میکردن که همین دختر و مادرش چلفسن یا آدمای پاکیزه و تازه. بسیار خواهش میکنیم برادرای عزیز، آخه این مسجد محله قزاقان نیست، این مسجد مسلمان ها هست. تمام مساجد خانه های پروردگار ما هستند، همه در اونجا برابر هستند، همه موظف هستیم که این مسجد تازه باشه، آزاده باشه. و همین نشانه ادب ما و شما است. عیب است که ما دعوای مسلمانی کنیم خورترین ادب نداشته باشیم. پس فرقی بین ما و بین همه عربهای زمان جاهلیتی که از اسلام دور بودن چی میمونه؟ بین ما و بین همون زردشتیایی که در جشن تنتنه هاشو با پیشاوی گو غسل میکردین چی میمونه دیگه؟ اسلام از اون دینها فرق میکنه، از اون دینهای ساخته و بافته. اسلام دینی پاکیزگی است. ببینید سنت پیغمبر است در روز جمعه که قبل از مسجد آمدن غسل بکنه تا اینکه بوی عرق تو دماغ دیگران را نخراشه. بیایید برادرای عزیز همین مسلمان بدن خودمون را اثبات کنیم. ما اگر الحمدلله ما اگر به همین اسلام بزرگ عمل کنیم که گرد اطراف همه مسلمان میشوند، همه چنگ به اسلام میزنند، زیرا این نجات بنی بشر است. همه قاعده های گیگینه که در عصر 1920 در اروپا اختراع شد در اسلام از ابتداش بود. غرض از در یک شبانه روز 5 بار وضو گرفتن پیش از نماز، غرض از همین غسل کردن ها بعد از جنابت در روز جمعه قبل از نماز عیدین، همین است که تازگی و پاکیزگی است برادرای عزیز. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که حضرت فرمود ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. پیغمبر میگه که به شک شبهه محبوب ترین شما در نزد من و قریب ترین شما از روی منزل و جای نشست به من آنهایی هستند که خلق اخلاق حسنه دارند، اخلاقشو بهتر است، اخلاقی بالاتر دارند. و این من ابغضکم الی و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه اسوأکم اخلاقا و الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون.
پیغمبر میگه به درستی که از همه منفورترین و بدترین شما در نزد من و از همه دورترین شما از روی منزل مکان فردا روز قیامت به من کسایی هستند که خلق اخلاقی بد دارند، بد اخلاقان و پرگوها، کسایی که گپ دنیا را زیاد میگن و شخصایی که در سخن گفتن تکلف میکنن، از حد زیاد پر آب رنگ کرده گپ بزنن، پرگو را میفهمی خیر حجت به شرح و بیانش یعنی لقی. تکلف کننده در تکلف مثلا کسایی را میگن که در پیش یک کودک میسته و جای اون که یک پند نصیحتش کنه بعد میگه خداوند در قرآن عظیم شان در ضمن آیات 2 و 3 سوره فلان فرموده‌اند، بشر میکنه. یا در نزد یک نصرانی میسته و همطریق شروع میکنه، حال آن که او بدبختان فقط دلیل عقلی را قبول دارن، دلیل عقلی را نمیفهمند. همیشه اصلا به تشدق میگن. یک کس مسخره کرده بود یکی از اکتورها، یک کس که رفیق زنک، رفیق کودک، رفیق گربه گفتم مراجعت میکرد، همه طایفه مردم متشدق میگن. هر چیزی را باید در موضع خودش بگوی. در هنگام سخن گفتن وقتی که کلمه های پرتم طراقه در مجلسی که معناش نمیفهمن استفاده ببری، مردم از تو چی منفعت میبرن؟ پس یک گپی بیهوده و خالی میشود. سخنایی را که در پیش عالما گفته میشود تو اگر بگیری در بین عوام الناس گپ زنی، گپ تا هیچی نفهمن، از سخنی تو چی فایده و چی منفعت است؟ پس همین طایفه مردم در حکم متشدق داخل میشوند، یعنی اشخاصی که با تکلف سخن میگن، کوشش میکنن که هم کلمه دانی خدا در پیش مردم نشان بدن. حضرت مولوی روم میفرماید از پی تعلیم عام هر بسته دهن از زبان خود برون باید شدن، بحر طفل خود پدر تی تی کند، گرچه علمش هندسه گیتی کند. این هم در پیش کودک و رفیق کودک بگو و از قرآن و از حدیث بگو میفهمه، مگر هم پدرش بیچاره در پیش همون کودک تی تی پوپو کنه. اگر چه دیگه عالمی تفتازانی هم که باشه تو تی تی پوپو نکنی و کودک گپ نمیفهمه. پیغمبر میگه همون کسایی که نزد من بدترین و منفورترین هستن متشدقا هستند. مردم سوالش کردن که یا رسول الله قد علمنا السرسارین و المتشدقین فما المتفیهقون. گفتن ای پیغمبر خدا اگه ما میدونیم که سرسار پیکه هست، لقی است، متشدقش تکلف کننده در کلام است، متفیهق کی است که میگوی بدترین مردم متفیهقا هستند؟ حضرت در جواب عنایت فرمودند المتکبرون، کسایی که تکبر دارند. مثلا ما دیدیم که در حاجت خونه یک نجاست هست، یک آدمی بی‌ادب بعد خود گذاشته است، گفتیم که ای سرش ما را خیره من نکردم، همین نشانه تکبری ما و شماست. مسجد است، خانه خدا است، هر کدامیم که دیدیم باید توزه کنیم. برادرای عزیز باور کنه ما قدرت توانایی نداریم که مثلا برای حاجت خونه با یک فراش دعوت کنیم، پول همه خدمتگارای مسجد در وقتش داده نمیتونیم، یک فراش دیگر آورده نمیتونیم، هر کدامت باشه. مثلا آب سر داده که شاید آب کمی کرد یا بعضی بی ادبا همون سوراخ نمیوان اخی، حیران میشه که یا زن بگیرن چیکار میکرده باشن، یا سوراخی کشاده را برای نجاست نیابی. در یک جاهای مثلا همون اخلاط میکنن که آب نمیرسه، آخه در همونجا شادکه ها موندگیه. برادرای عزیز، برادرای اسلامی دعا گرفتیان، آوردیان، همون چیزا را مهیا کردیان، همون شادکه را بگی بشو توزش کن اخی، انشالله همه قدر اجر ثواب میگیری که در حساب نمیگنجه. مسجد برای عبادت اومدی، همون هم حساب عبادت است. باید تکبر نکنیم در این مسئله، باید خاکسار باشیم در خدمت خدا، در خدمت خانه خدا. یک برادر قصه کرد از همون راه بلدا، دو یک سال حج آمدیم، در موسم حج در یک مهمان خانه بودیم، میگه یک موسفیده که عرب میگه در همونجا خدمت میکنه بیچاره.
حاجی‌ها وقتی که جامدان در دست میآیند جامداناشون هم میگیرن تا همو منزل خونش میبرن میرسونه. در یک جا شیشتیم چای مو میگیره میاره، چای دم میکنه میاره، با چای تعارف مون میکنه. بعد همو قریبی اومدن میگه به مردم مراجعت کردم، گفتم میگه همین مستفید خیلی خدمت مون کرد، خدا نگهبانش باشه. ما گفتیم یگون خدمتگار که مهمان خانه است، گفتم بیا یگون سوم جمع کنی بتین. بعد هر کس موافق قیمتش بعضی 1 ریال و بعضی 5 ریال و بعضی 10 ریال جمع کردیم، 60-70 ریال خواستیم در دستش تسلیم کنیم. تبسم کردم روز آخر بد میگه گفت من صاحب همین مهمان خانه، همین مهمان خانه مال من است، همون اتوبوسایی که حاجیای شما را میبرن و میارن همش از من هستن، ای فیر منن. گفتیم چی میکنی در اینجا نباشه تو ما را چای دم میکنی؟ بی ادبی ها میکردیم. گفت خدمت میکنم آخی در همین یک موسم حج اگر من خدمت حاجی را نکنم ثواب نگیرم کی میگیرم دیگه؟ خداوند که شرایط برای من مهیا کرده است، زیرا که تکبر نداره. امروز بعضی ما کیسه و بوی پول بگیره دیگه پدر مادر خودمون اعتراف نمیکنیم، چی جای دیگر رو؟ پس ادب مادام که مسلمان هستیم از خدا و از پیغمبر خدا و از بزرگای دین بآموزیم، زیرا ادب باعث زیاد شدن رزق روزی بنده ها می شود، زیرا ادب باعث نزول رحمت پروردگار می شود. کسایی که به غضب خدا گرفتار می شوند اساسا از حساب بی ادبی می شود. حضرت مولوی در مثنوی شریف بیان میکند از خدا جویم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. از خدا توفیق ادب طلب کنه میگه، زیرا بی ادب از لطف پروردگار همیشه محروم است. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادب فقط در جان خودش تنها نه، در عالم جور میکنه. به سبب بی ادبی یک بی ادب زیان و ضرر به یک جامعه میرسه، به یک مملکت سرزمین میرسه. موعده از آسمان در میرسید، به صدا و به فروخت و به خرید. شما از قصص پیغمبران میدونه، از قرآن میدونه که وقتی که بنی اسرائیل در ته افتادن، در صحرا راهگم زدن، مدت 40 سال در ته بدن، به غضب خدا گرفتار. در او بیابان نه چیز کاریده میشد، نه چیز به دست آورده میشد. خدای تعالی ترحم شو کرد و بر اونا من و سلوا نازل میکرد از آسمان به یگان مشقت. استعیذ بالله و انزلنا علیکم المن و السلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. خدای تعالی میگه که ای بنی اسرائیل، بر شما ما من سلوا نازل کردیم، بر گذشته های شما گفتیم بخره از رزق روزی حلال و طیب و پاک که برای تو روزی گرداندیم. نه کار میکردن نه هیچی. سحر میخستن از خواب که خداوند براشو سلوا آماده کرده است. سلوا پرنده های است مثل همین بودنه که به امر پروردگار همین قدر می اومدن که دیگه بنی اسرائیل هم تا آزاد می گرفتن شو، بعد از حجت به شکار کردنش نبود. و من ترنجبین میگن یک چیز مثل ترحولا، چیزی شیرین خوشرو که در شاخ درختان و در دیگر جاها میریخت در زمین پر که مشت کرده می گرفتن، از همون استعمال میکردن. بسیار چوبد در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس. چند نفری از قوم حضرت موسی بی ادب پیدا شدن، گفتند یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما گفتن به یک طعام توقع صبر نمیکنیم. لن نصبر، هرگز صبر نمیکنیم، ما هرگز طاقت نمیکنیم. این چیگه باید فقط ما همین سلوا بخوریم و من بخوریم؟ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتم پیش خدا دعا که آخی تو دعوا میکنی که من پیغمبرم، تو اینکه خداوند برای ما از چیزهایی که زمین میرویاند برسونه، از کرش و از بادرینگش و از گندم و
از پیاز و از نسک و همه چیزا به ما خدای تعالی رزق و روزی کنه، ما فقط یک تا بخوریم. حضرت موسی از بی‌ادبی اینا در تعجب ماند. خداوند این را بیان کرده است برای ما در قرآن. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. یه مردم احمق گفت شما چیزی را که درجه پس داره با یک نعمت خداوندی بدل میخواهید بکنید. و پرنده بولذت به یگان پول، به یگان مزد، به یگان مهنت خداوند به شما رسانده است که فقط عبادت ما را کنه، شما میگیری همون را به نسک و به پیاز بدل میکنید. اهبطوا مصر، به شهر بدروی گفت در هر شهر همون چیزایی را که طلب داره همون را پیدا میکنه. بعد خداوند گفت و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، با چنان خواری و زاری و چنان بینوایی گرفتار شدن که بگی فرزنداشو زار شدن. برای چی؟ برای بی‌ادبی شو. موعده از آسمان در می رسید به صدا و به فروخت و به خرید. در میان قوم موسی چند کس بی‌ادب گفتند کو سیر و عدس، منقطع شد خان و نان آسمان، ماند رنجی بیل زرع داسمان. نعمت خدا میگه قطع با همو جان کنی و با زمین شدگار کردن، با ای پشتی پا بیل شدن، با کاریدن در سری مردم باز می آمد. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خام فرستاد و غنیمت بر طبق. در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک عده از شاگرداش که با نام حواری اپوستل یاد می شوند گفتند ای رسول خدا دعا که پروردگار برای ما یک نعمت بفرستد همچنانه که بر قوم بنی اسرائیل می فرستاد. حضرت عیسی دعا کرد، پیش پروردگار التجا کرد. دعای پیغمبران نزد خداوند مقبول هستند، پذیرفته می شوند، مستجابند. و قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. حضرت عیسی پسر مریم علیه السلام میگه دعا کرد که پروردگارا ای خدای بزرگ ما، ای مربی ما، نازل کن بر ما مائده دسترخوان خوان نعمت از آسمان. همون سوره مائده که در قرآن می آید اصلا از همین قصه نامش گرفته شده. سوره مائده سوره که بعد نیساست. ببینه تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تا اینکه برای ما یه عید شوه، برای اولین هامو برای آخرین هامو. و آیتا منک، یک نشانه از قدرتی تو، از نعمتی تو در بین ما باشه. ورزقنا انک انت ورزقنا و انت خیر الرازقین، رزق روزی ما برسان پروردگار، زیرا تو بهترینی روزی دهندگانی. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خام فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. این مردم بی‌تمیز بجای آنکه همون رزق روزی خودشون بخورن، بعد لوکی پیچولی را سر کردن. یک تشمه خوردن و باقی موندهش در دسترخواناشو پر میکردن میبردن، همون کس استعمالش نمیکرد، اما از چشم گرسنگی. بعضی حجای برادر قصه میکردن که همون سالهای اول حج، منظورم سالهای 95 96 است، که خیرات و احسانات برای مردم فقیر زیاد میدادن. میگه بعضی حاجیات همون یک مرغ حیله میخوره، مرغ میورن 6-7 تاش میبنده میوره، اخیر ویران میشه و کسی نمیخورش، نه که همون رو میگیره میوره به هم چشم گرسنش. بعضی از مردم از همون قوم بنی اسرائیل چنان میگه دیگه نادیدگی از خود اظهار کردن که همون مائده ای را که در یک طبق خدای تعالی ماهی میفرستاد با یک قرص نان گرفته در لاکیا بستن بردن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است کم نگردد از زمین. حضرت عیسی هرچند که التجاشو کرد که ای مردم، این رزق پروردگاره، این حساب و کتاب نداره، چنی همون میخوردگیت بگی، همون تا آن طبقه از اون زیاد نبر، این دائمی است، این کم نمیگرده.
زانگدارویان نادیده زیاز آن دری رحمت برایشان شد فراز. از برای یک عیده نادیده ها خدای تعالی دری رحمت شد بست دیگر نزول مائده قطع شد. باز مردم در دست تبر تیشه گرفتن و بیل کلنگ گرفتن و باز همه عذاب و مشقتی کاریدن و درو کردن در سرشو افتید. ببینه حضرت میگه هر کی گستاخی کند در روح دوست دشمن مردان شده نامرد است. هر کس بی ادبی میکنه او دشمن مردکای. حقیقتا اگر بگیریم نامردترین نامردای. از ادب پر نور گشته است این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. نوری فلک همه از ادب است. معصوم بدن فرشته های خدا، پاک بدن ملائکه های خدا همه از ادب است. شد ز بیباکی کسوفی آفتاب، شد عزازیل ز جرأت رد باب. همون بعضا گرفته شدن آفتاب از بیباکیش است میگه. و عزازیلی که در علم دانش از ملائکه ها گوی سبقت میبرد به سبب بیادبی و سرکشی شیطان شد، رد شد، رجیم شد. از همین خاطر باید ما ادب داشته باشیم، ادب نیک داشته باشیم. خدای تعالی انسان به نیکوترین صورت خلق کرده است. واقعا انسان هر انسانی باشه، حتی همون زنگی های افریقا از شمس قمر زیباتر هستند. خوب اگر اعتبار بتی به نظر تکبر و غرور نه، اگر خوب در خلق در آفرینش خدا اعتبار بتی باور کنی همون زنگی ها به حد زیبا هستند. با همون لوای غوث به خود چنان مناسب است. یک برادر حاجی داره میگه اگر همون لبای زنگی ها را بگیرن در ما و شما مونن عجب خنک تنک میشیم. نه که ببینه که در خودشو چقدر مناسب است، موی سر جنگیلشو به خودشو چقدر مناسب است. باور کنه قسم به خدا اگر از نظر صنع خدا اعجاز خدا شما یک بار ببینه چقدر هرچی به خودش مناسب است، یگان چی کم و زیاد نیست. نیست در دایره یک نکته خلاف است کم و بیش، همه مناسب است به جای خود است. چرا؟ زیرا خداوند میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به درستی که ما انسان را در نیکوترین صورت خلق کردیم، از همه زیباتر خلق کردیم. اما انسان در صورت زیبا میشود که اخلاق زیبا داشته باشه. اگر اخلاق نداشته باشه از حیوان بدتر میشود، از حیوان شریرتر میشود. پیغمبر ما و شما را تعلیم میده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیباترین مخلوق خدا است. زیباترین از یوسف علیه السلام در زیباتر است. از مادر و بیبی عایشه روایت می شود که حضرت میگه همیشه دعا میکرد اللهم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. پروردگارا همچنانه که به من صورت زیبا عنایت کردی، رنگ روی زیبام دادی، چهره زیبام دادی، یگان کمبودی و نقصان در بدنم نیست، پس خلق اخلاقی مرم نیکو کن. ببینید پیغمبری که خدا در قرآن وصف اخلاق کرده است، برای آن که ما و شما تعلیم بگیریم دعا میکرد که همین دعا را ما بآموزیم، پیش خداوند همین دعا را کنیم و ما باید تقلیدی با پیغمبر داشته باشیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خدای تعالی میگه به تحقیق از برای شما در سیمای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نمونه و یک الگوی زیبا و خوب را خلق کردیم که شما به همون تقلید کنید، شما از اون پیروی کنید. پیغمبر چی نو بود؟ دشنامه گفت، حقارت میکرد، همچنانه که امروز خرد و بزرگی ما حقارت میکنن. در صحیحین اومده است از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه که وقتی که صفت پیغمبر هم میکنه حضرت میگه لم یکون النبی صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا و کان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاحش و متفحش نبود، هرگز دشنام و حقارت نمیکرد، بدزبانی و بدگویی نمیکرد و همیشه تأکید میکرد که به درستی که بهترین شما
نیک و اخلاق ترین شماست. هر کسی اخلاق خوبتر و نیکتر داشته باشه همو بهتر است، هم نزد خدا، هم نزد پیغمبر و هم در جامعه مسلمانان. ادب از زر زیور، از تمام اشیای دنیا بالاتر است. ادب نور است، ادب تاج است از نور الهی. بنه بر سر برو هر جا که خواهی. شخصی با ادب در کجای برو خورده بشود، از روی همه ادبش احترامش بکنند. پس برادرای عزیز باید ما و شما ادب نیک خود، خلق اخلاق نیک خودمون ظاهر کنیم. مال ملک پدر همه می رود، اما اگر ما از پدر ادب نیک تعلیم بگیریم هرگز ما را ترک نمیکنه. در یک حدیثی که در اسنادش ضعف است، اما از بس که فضایل الاعمال میگیم ان شاء الله باقی نداره، ما به این حکم ثابت نمیکنیم. روایت شده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودند ما نحل والد ولدا احسن من ادب حسن یا افضل من ادب حسن. هیچ پدر از برای فرزند خود از ادب حسن، از اخلاق حسنه دیده میراث خوبتر و بهتری را گذاشته نمیتونه. پس از همون خوردی فرزندکو را باید تعلیم تربیه کنیم. باور کنید در کوچه میبروی دشنام حقارتو را گوش میکنی آدم در دهشت میغلطه که آخه ما مسلمان هستیم، ما مسلمان زاده هستیم، آیا برای مسلمان سزاوار است که همین دشنام حقارت با زبان بگیره؟ گناهکار میشیم. از کی یاد گرفتن همون طفلکا دشنام حقارت؟ از ما و شما یاد گرفتن، از کلانا. ما با همدیگر حظ شوخی میکنیم، دشنام میتیم. وقتی که میبینن که کلان سالا عیب ادب ندارن، وقتی میبینن پدر در خانه دشنام حقارت میکنه، فرزند از او دیگه چی تعلیم بگیره، چی آداب با آموزه؟ پس ما باید خودمون نمونه باشیم، فرزندامون رو تعلیم بدیم. چرا زمانهای پیش یک کودک در کوچه اگر یک دشنام حقارت میکرد، هر موسفید، هر کلانسال از پیشش میگذشت یک گوشمالش میداد؟ امروز این کار قطع شده است. چرا قطع شده است؟ مگر همین امری به معروف نیست؟ مگر همین نهی از منکر نیست؟ مگر همون چیزی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای امتش تاکید کرده است؟ چرا ما فراموش کردیم؟ چرا مسئولیت خود ما فراموش کردیم امروز؟ از خدا بترسید برادرای عزیز. از دشنام حقارت فقط غضب خدا برانگیخته می شود. از دشنام حقارت رزق روزی کم می شود. از دشنام حقارت در جامعه فرشته ها می گریزن و شیطان ها نزدیک می شود. یک پسرک پدرش یا مادرش دشنام قبیح داده است، مادرش از مادرش نواخته است. پدری بی تمیزی بی ادبش خدا بی خبرش گفته است الحمدلله بچه ما هم حقارت چی شده است، شادی کرده که بچه ما هم حقارت یاد گرفت. اکو چی بچه کلون شود، یک خیرس بچه یا یک گرگ بچه کلون می شود. وقتی پدر شادی کنه که بچه من حقارت گوشیده است. ادب بهتر از گنج قارون بود. حکیم فردوسی میگه جنگ رستم با دیوی سفید میخونیم، جنگ رستم با اکوانده و میخونیم، با اشکبوس میخونیم، معنی تری چیزای مهمی را که حضرت حکیم فردوسی برای ما و شما تعلیم داده است، او را نمیدونیم، نمیخونیم. ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر ز ملک فریدون بود. بزرگان نکردند پروای مال، که اموال را هست روز زوال. شخصای بزرگ میگه پروای مال و ثروت ندارن، زیرا مال و ثروت چرکی دست است، یه روز پایان مییابد. اگر مال و ثروت پایان نیابد صاحبش پایان مییابد، صاحبش میبره میره، مال و ثروتش در بیگانه ها میمونه. بزرگان نکردند پروای مال، که اموال را هست روز زوال. اینان سوی علم و ادب تافتند، که نامی نکو از ادب یافتند. همه میل به سوی علم و ادب کردند، همه در طلب ادب شدند. چرا؟
زیرا که نامینه که هر کسی که داره از روی ادبش است، از روی اخلاقش است. شخص حتی اگر صاحب علم دانش باشد، اگر ادب نباشه، ادب نداشته باشه، همیشه شرمنده و خجالت زده است. چه بسا کسایی هستند که توتیوار آیه های زیاد حفظ کردیان، توتیوار حدیث های زیاد حفظ کردیان، اما از بس که ادب ندارن در میان مردم آبرو و اعتبار ندارن. زیرا ادب یک تاج است در سر آدم. این ادب افزون کننده آبرو و عزت مسلمان است. پس باید ما چنگ به ادب بزنیم برادرای عزیز، که ادب بسیار چیزی بزرگ است و میراث است که از پیامبر محبوب ما به ما و شما رسیده است. چرا اینقدر نظم، اینقدر شعر، اینقدر قصه های در موضوع ادب که در ادبیات ما هست در دیگر جهان است؟ زیرا که بزرگای ما همه عالمای دینی هستند، زیرا از قرآن گرفتن، از حدیث های پیغمبر گرفتن. همین قدر حدیث و آیات در موضوع ادب زیاد است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیه همگی معنی قرآن ادب است. از همون خاطر است که اینقدر در موضوع ادب میگن، اینقدر مال تعلیم و تربیه میکنند. اما افسوس، صد افسوس که در ما کم اثر میکنه. همین سخن شنیدیم، اگر موافق او سخن عمل نکنیم، وای بر حال ما که گناه مود چندان میشود. از همین خاطر امروز هنوز دیر نشده است چنگ بزنیم. چرا مسلمانای امریکا میتونستن که توسط ادب نیک شو مردم به اسلام جلب کنن، ما و شما میگرزونه؟ همین رفتار و کردارای ما را بعضیش اگر همون شخصی که در دلش میل رغبت به اسلام باشه ببینه، میگه اگر همین اسلام مشابه باشه قبولش نمیکنه. بخت بیایه برادرای عزیز، در جان خود باید جور نکنیم، از خدا بترسیم. پیغمبر ما میگه انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبب از مبعوث شدن من به پیغمبری نیک خوب ساختن مکارم اخلاقی بنی بشر است. بنی بشری که اخلاق از دست داده بود، ادب از دست داده بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط شریعت بزرگش چنگ زد به اصلاحش و الحمدلله جامعه را اصلاح کرده است. اما ما و شما فرموده های پیغمبر را فراموش کردیم. سید جمال الدین افغانی خدا رحمتش کنه، شخص است محب اسلام، خدمت کرده اسلام، یکی از داعیا و یکی از طرحریزای حرکت اخوان المسلمین. میگه به اروپا رفتم، یگان مسلمان ندیدم، نه که اسلام دیدم. در اروپا یگان مسلمان ندیدم، اما اسلام دیدم. مردم با ادبند، غیبت نمیکنن، دروغ نمیگن، حق همدیگر را نمیخورن، اما مسلمان نیست. به شرق آمده میگه الحمدلله همه مسلمان است، مسلمان زیاد دیدم، اما اسلام نیست، اسلام ندیدم. اخلاق اسلامی دیده نمیشود. اینقدر مردم رذیل شدند. همون دشنام و حقارت های زمان جاهلیت، رفتار و مناسبت های زمان جاهلیت، حق همدیگر خوردن، در همدیگر ظلم و تعدی را روا دیدن، همش در شرق دیدم. پس در اینجا مسلمان بسیار است، اسلام نیست. اهداف اسلامی را این مردم پیاده نمیکنن. حقیقت گفته است. خب وقتم قریب به آخر آمد، باز عاجزانه استدعا میکنم برادرای عزیز، هر یک ما و شما باید لااقل یک کوشش اندکی به خرج بتیم که هر شخص بیگانه ما را ببینه در سیمای ما یک مسلمانی با ادب بشناسه و لااقل دلش نسبت اسلام، نسبت مسلمان‌ها یک گرمی پیدا کنه. وای به حال ما که اگر ما سبب تنفر مردم عالم از اسلام بگردیم، داغ در اسلام بگردیم، که در اون صورت قسم به خدا حکم خیانتکار نسبت خدا، خیانتکار نسبت پیغمبر خدا و نسبت شریعت غرای او را در گردن معاوضان میکنند. حضرت مولوی میفرماید بود گبر در زمان بایزید. گبر همه آتش پرستا و زردشتی ها را میگن. بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید کی چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری.
یا شیخ دعوتش میکنه و بیمار داری میگه خداوند عقل داد از فراست داری اسلام قبول کنی تا اینکه هم سربلندی دنیا را خداوند نصیبت بگردونه هم سربلندی آخرت. گفت آن گبر مقصد که گبر گفت که اگر اسلامی که تو میگوی اسلام بایزید باشد من ندارم طاقت آن تاب آن. کانفوزون آمد زی کوشش های جان لیک ایمان خودگر ایمانی شماست نه بدان میل استم و نه مشتهاست. گبر گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلامی بایزیده در نظر داشته باشی زوری من نمیرسه برادر برای معاف کن. این مرد که شب تا سحر در عبادت خدا قایم است دائم روزدار است هرگز به ذکر خدا نمیگرده من زورم نمیرسه این کارو کرده نمیتونم. لیکن اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی که دعوای مسلمانی میکنی و غیبت میکنی دعوای مسلمانی میکنی و فحش حقارت هرگز از دهانت کنده نیست دعوای اسلامی میکنی و حق مردم خوری میکنی اگر همیرت اسلام گفتنی باشی من میل رغبت ندارم به این اون که 100 میلش سوی اسلام بود چون شما را دید آن فاتر شود. شخصی که واقعا اسلام دوستدار است رفتار و کردار شما را ببینه دلش خنک شود خنک میشود. پس بیای برادرای عزیز طوری رفتار کنیم که اسلام داری ما ایمان داری ما یک نور بگرده اطرافیام را روشن کنه تا اینکه به شرافت ادبی که ما از خود ظاهر میکنیم توانیم که مردم بیگانه را به سوی اسلام جلب کنیم نه اینکه از خود گریزانیم نه اینکه دوستا را و نزدیکا را به خود بیگانه گردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله هفته آینده صحبت دوام میتیم باقی مانده حدیث ابوذر غفاری را با شرح توضیحات به سمتون میرسونیم. گپ میزنم لیکن کم کم به سوی اسلام دعوتش میکنم. دختر رو دیدگی نیستم. اگر همین کاری من گناه باشد التماس در حق من دعا کنید که من هم به مثل شما خدمتگار اسلام عزیزمون شوم. برادر عزیز اگر از نفس خودت مطمئن هستی که شیطان وسوسه نمیکنه به همون سخن گفتن شهوتت بیدار نمیشوه یگان روز سویدن یا نزنچید نمیکنی ان شاء الله کارت خیره. اما اگر همین چیز در خود احساس کردی زینهار مکر و وسوسه شیطان بسیار سخت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که هیچ فتنه از برای مردای امت فتنه انگیزتر از زن خداوند خلق نکرده است. از همین خاطر بسیار احتیاط باشه. خوب یک خواهر اسلامی مکتوب نوشته است که میخواهم سطر بندم ولی مادرم نمیموند. ببینه این اسلام بزرگ است. ببینه شرافت اسلام مادر به سطر است نمیگذاره دختر سطر مونه اما خداوند دختره که هدایت کرده است به واسطه همین دعوت ها و تبلیغ ها خواهش سطر بستن دارد. من میخواهم شما یک دعا کنید که من نمازخوان و سطربند شوم و به اپام نیز این دعا را دهید تا که اپام نیز سطربند و نمازخوان شود. دعا میکنید در حق این خاندان قبل از همه خداوند مادرشون هدایت کنه که نه اینکه مانع سطربندی دخترها بلکه طلبگار باشد که دخترها همیشه سطر ببندند طلبگار باشد که به عذر موجه دختر از خانه خارج نشود. مادر نگهبان عزت شرفی دختر است. مرگ به مادری که در حق دختری خود نمیخواهد که دخترش سطر ببنده. دعا میکنه پروردگار اول مادرش هدایت کند ثانیاً این دختر همراه اپش پروردگار و اهل اسلام و اهل نماز بگردان و خداوند و براش بخت اقبال عطا که شوهرای صالح براشون ارزانی داره در داماش و فرزندای صالح به دنیا بیار. آمین. خوب یک برادر گفته است که کسل قند یک پدر دارم کسل قند است و پدرم دعا ده تا صحت شود که نمازهاش سر کنه. خب اولا میگیم برادر عزیز که نماز از پدر ایت فقط به مجرد کسل قند شدن هرگز ساقط نمیشود. پدر گپ زنه که به امام اشاره نمازش خواندن بگیره تیمم کند. اگر تیمم کرده نمیتونه شما خود تیممش بتین فرزند است خدمت کنه و تاکیدش کنه که به امام اشاره نماز بخونه
و دعا میکنیم در حق پدر تو و تمام بیمارای اسلامی، از جمله در حق بابای حاجی دوست محمد که همین هفته یک چند روز پیشتر چشمش جراحی کردن، اما الحال دیده باش که با همون چشم جراحی شدهش طاقت نکرده است برای آن که نماز جمعه و موعظه قطع نشود از او به مسجد آمده است. که خداوند برای بیمارای مسلمانت شفای کامل و عاجل عطا کن. پروردگار را شفا دهنده که خداوند هرگز بنده های مؤمن تا محتاج دستنگری دخترای کافر نگردان. شفا را خودت پروردگار را براشان عطا کن. من همه دخترها را در نظر ندارم، اما دخترای بی خدا و کافر را در نظر دارم. سخنه کج نفهمید. الحمدلله چی بس و دخترای صالحی هستند، مثلا از همین جراحا از قریه بالا از همین بیمارستان به مسجد ما میان، الحمدلله نماز جمعه میخونن، 5 وقت نماز میخونن. خدا صف شماره برادران را بیشتر و زایی‌تر سازد. خب یک برادر دیگر طلب دعا کرده است، نه که راستی که من خط خونده نتونستم، خدا کنه که خطش بهتر شود. خب یک برادر دیگر میگه که از شما التماس که من و عائله مرا دعا دهید به امر خدا، به دعای ما نه انشاءالله و کمک پروردگار است که من و دخترم شفا یابد. خب یک مادر اسلامی بوده است دعا کرده است که در حق من دخترم دعا کنه، در حق عائله‌ام دعا کنه که شفا بیابم، شاید یگان بیماری داشته باشه. پروردگار را به این مادر مشتیپر و فرزندش دخترش از خزانه غیب خود شفای کامل عاجل عطا کن. گفت پیغمبر که یزدان مجید از